در اینجا یک سوال پروگرسی است، پروگرسی اریتمتیکی. خودی پروگرسی اریتمتیکی چی است؟ این یک قطار عددهایی که با یک قاعده زیاد میشن یا کم میشن. در پروگرسی اریتمتیکی این قاعده باید پلوس یا مینوس یگان رقم باید زیاد شد یا کم شد. مثلا در همین سوال گفتگی قدمی یکم 5 است در اینجا دادگی و دوم 7 و میگوید که در کدام قدم عددی من 31 می شود. یعنی من در اینجا یک قطار رقم ها دارم، قدمی یکم دوم دادگی است و من چی است؟ A1 اینجا 5 A2 در اینجا 7 می باشد. بعد میگوید در کدام قدم بعد چندم قدم، یعنی چندم قدم من به 31 برابر می شود. یعنی این سوال رو منطقی کار کرده میتونیم ببینید فرقی یکم و دوم چی است؟ دو تایی زیاد می شود. بیاین دیگر عددهایش را میخواد دهقانی کار کنیم. چی می شود؟ سوم قدم 9 می شود، چهارم قدم این 11 می شود، پنجم قدم خیر رفته میشنیم 13، ششم 15. بعد چی می شود؟ دو تایی زیاد شود. خیر هفتم قدم این 17، هشتم قدم این 19. هفت منم برای فهموش نه. نهم قدم 21، دهم قدم 23، یازدهم قدم 25، دوازدهم قدم 27، سیزدهم قدم 29 و چهاردهم قدم 31. یعنی چهاردهم، یعنی اینی من باید 14 باید باشد که عددی من 31 شود. یعنی در چهاردهم قدم 31 می شود و جواب ما 31. البته که این روحی وای نیست. این روی خیلی گفتم دهقانه. اگر میشد 31 نبود یکان دیگر رقم مثل 1001 میشد خیلی رفته حساب کردن البته که دشوار است. برای همین با ما فرمولا درکار است. فرمولای باید استفاده بریم. حاضر من اینو توضیح کنم. یک کمی طرفش رو نوشتگی ما اینجا موند. این هم توضیح کنیم. بیاین اکنون از روی فرمولا خودش دادگیه از روی فرمولا بریم. فرمولا چی میگوید؟ قدمی n بیاین باید فرمولا نویسیم. یکم قدمی n در پیش بوده. هم وقت چی افته میشد؟ یکم قدم باید دونیم جمعی همون قدمی آخران مینوس 1 ضربی d در اینجا فرق بین رقم ها. فرق باز ما در این سوال کار کردیم. فرق چند است؟ بین یکم و دوم این پلوس 2 است. یعنی عددها بین یکدیگر دو تا مراتب بین دو تا زیاد شده میروند و از ما n کدام قدم 31 میشود. ما از در اینجا گفتگی 31 در n قدم 31 میشود. بیاین نویسیم. n قدم من n رو نمیدونم، میدونم که همون قدم به 31 برابر است. یکم قدم رو من میدونم این با 5 برابر است چون که دادگی است در اینجا 5 و جمع قدم رو باید یابم. نمیدونم n رو من مینوس 1 و فرق بین عدد رو میدونم این 2 است ضرب 2. یعنی باید همین مدل رو کار کنم و این مدل چه کار میکنیم؟ 5 رو اول به طرف چپ میگیریم. چی میشود؟ این برابری 26 برابر است به n مینوس 1 ضرب 2. بعد هر طرف به دو تقسیم باید کنم. وقتی این طرف تقسیم کنم چی میشود؟ 13 n مینوس 1 و برای n رو یافتن 1 رو باید به طرف چپ گیرم. یعنی 14 برابر n. ببینید در اینجا من خطا نوشتم 14 یعنی ما اینجا 31 دادگی قدمی 14 رو باید نویسیم. من اینجا جواب بردیم 14 یعنی در اینجا جوابی 14 میشه. چرا که در اول کار کنیم در 14 قدم در چون جواب 31 میشود. میتونه البته که با فرمول رفتن این آسان تر است. فرمول باید استفاده برده توانیم. برای چی؟ اگر عدد زیاد میشد کلانتر میشد یک رفتن البته که مشکل تر میشد. برای همین فرمول دانستن در کار فرمول که دادگی است استفاده بردن در کار است.